29 ماه گروگانگیری این خانواده رشتی در منزل خودشان وحشتناکترین آدمربایی تاریخ ایران لقب گرفته. 3 سال پیش در رشت یک خانواده 9 نفره توسط یک گروه آدمربا به سرکردگی یک خانم با ترفندهای دوستانه تو ملک شخصیشون اسیر و با روشهای کاملا مافیایی 29 ماه تمام زندانی میشن. آدمرباها طی این مدت با انواع دارو و قرصهای روانگردان و خواب‌آور این خانواده رو شکنجه‌های غیر انسانی و بیهوش میکردن تا بدون ذره‌ای دردسر تک به تک اموال منقول و غیر منقولشون رو از چنگشون در بیارن، اونم به صورت کاملا قانونی. به روایت یکی از قربانی‌ها اینجوری نقل شده که روزی 17 ساعت خواب بودیم و بقیه ساعات گیج و منگ. اونا برای خودشون از رستوران محرم و شکم الملوک غذا سفارش میدادن، ولی 29 ماه فقط نون لواش به زور بهمون میدادن تا با اون میزان قرصی که به خوردمون میدادن خونریزی داخلی نکنیم. واسه یه دستشویی رفتن فقط پاهامونو باز میکردن. هر 20 روز اجازه نیم ساعت حموم رفتن داشتی. برای اینکه کسی هم شک نکنه از طرف ما به دوست آشناهامون پیام میدادن که ما کرونا گرفتیم و یا نمیخوایم با شما ارتباط داشته باشیم و اگر مجبور به تلفن حرف زدن بودیم چاقو زیر گلومون میذاشتن. متاسفانه در این 29 ماه مادر بزرگ این خانواده که جزو گروگانها بوده بر اثر فشارهای روحی و جسمی فوت میکنه. افراد این خانواده بارها تهدید به مرگ و اعدام شدن تا هر چی دارن کاملا در اختیار این افراد بذارن. حالا به نظر شما حکم این افراد باید چی باشه؟